من یک دانه اینا رو حساب کردم از 96 نه به آزادروزها، نه به کوچه‌گردی ها، نه به توی معرکه ها، فقط در شب روز فکری وطن، ملت، پرچم برداری. گرامی، انا آن شخصانی که نسبت کامرانشاه بدگویی میکنن بینن همین میدل های خوش رنگ، نشانه هاش. ملت ای پشتی چی میشناسن؟ ای پشتی ورزشگر، ای پشتی صنعتکار. این را فراموش نکنید. سلام دوستان عزیز، روز همگی بخیر شادی باشد. با شما هستم دوست مراد شریپوف. یک نوارو رو تماشا کردم، خیلی دردم کرد، خیلی علمم کرد. دوستی ما کامرانشاه اوستاپیریان طول سالایی که ما بدیم در همه بین خلق، در همه جاده صنعت، برابر ما کامرانشاه بود. برادر ما ورزش میکرد، برادر ما در ساحه صنعت بدیم و در ساحه ورزش. این سالای قدر طولانی در ورزش توجیک بود. عمل بستیم برادرها. این کامرانشاه رو ببینید خودش چی میگن. گوش کنین مصاحبه کامرانشاه. امروز انجام کریرای ورزشی من بود. من جوانی خود را، عمر جوانی خود را من نه به آزادروزها، نه به کوچه‌گردی ها، نه به توی معرکه ها، فقط در شب روز فکری وطن، ملت، پرچم برداری. و امروز من نتوانستم که مردم سربلند خود را شاد گردانم. و این آخرین مسابقه من بود. من از تمام مردم سربلند عزیز تاجیکم عذرخواهی میکنم که من نتوانستم که دل آنها را شاد گردانم. خب دوستان عزیز، انا که پدری کامرانشاه ببینید که چی میگه. دوستان گرامی، انا آن شخصانی که نسبت کامرانشاه بدگویی میکنن بینن همین میدل های خوش رنگ، نشانه هاش. اینا تمام میدل هایی که از مسابقه های بین المللی کامرانشاه به دست آورده است. همین روز من یک دانه اینا رو حساب کردم از 96 دانه برآمد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96. آن شخصانی که باور ندارن مرحمت آماده شخصا خودشان حساب کنن. خب گوش کردین؟ بیاین التماس یا دیگری ما رو پس دادن بس کنیم. یک خلاصه خوب ده بیاین. این چیگه پایه ای مردم مسلمانی توجیک، ای مردم تاجدار، ای مردم خیرتمند، این چیگه پایه؟ این شما دلی همه را شکسته پرفتیستین. این خیلی نمیشه و خیلی نمی مورا. برای چی کنونو میکنم؟ برای که شما دلی مرا شکستگین دیگه نمیخواهم کدام. رنگی من هزار تای دیگه ای. بجای یک شما
بگین که شما میتونین با پیش حرکت کنین. یک دلتیی کردن هیچ خیلی گپایی من نفهمیدم. من خلاصم همه خبر آوردم که کسی در کامنتر حقارت میکنه او خوینی ملت های در دیگه دولت ها اونم خارجیاشون که پول میتن ما رو حقارت میکنن، ما دل شکسته میشیم، ما دیگه نمیکنیم. الکای ملت بنستی بردستین شما. ملت های پشت چی میشناسن؟ ای پشت ورزشگر، ای پشت صنعتکار. ایرا فراموش نکنین. نکم این کسی هست کدام وطن فروش، کدام ملت فروش هست که ما رو هم ورزش مون شکسته است، هم صنعت مون شکسته است. برای چی که ما دیگه دولت پیش نریم. نکیم که ما خدا داریم. من ببینین که یک تاجیکستان عزیزی من الکا چند تا مدال اومد. این چند تا مدال اومد تاجیکستان عزیزی من. که دیگر دولت های ابرقدرتی کلان بیارن که 3-4 تا. ما خدا داریم، ما تکیه به پروردگار میکنیم. این دشمنا، این ملتای خاینی که ما را دشنام و گپای قبه می نویسن، ایت نشیدی ایت نمیتونی، او خودش آدمی نمیشیدنی، آدمی خدا زاده و تن فروش های. این گپی من. ما مردمی تاجیک، مردمی تاجدار، مردمی خیرتمند، میگه خیرت در کجا گنج آورد پدید، زینامی آن خدا آن را سازد کلید. ای خداوندی خیرت بخش و بی خیرت نواز، همان ناخیرتمندها را چاره ساز. الله اکبر. با خدا میسپاریم کسانی که گپای قبه میگن و دلی ورزشگرا را، دلی صنعتکارا را میشکنن. خداوند به خدا میسپاریم. الله اکبر. خدا ویر خودش از طرفا میکنه. باور که به حد عصبام دررسید. التماس میکنم دیگه کاراتون رو نکنین. ای عادت که چی نمیویا، اقلا خوبی کردن نمیتونی، بدی تنه رسون. زنده و سربلند باشید. کسی بدای خدا بزنه رسواش کنه. کسی که خوینی ملت های خداوند رسواش کنه. خداوند نگهبان همه ما و شما. زنده و سربلند باشید.